تعداد هلاک شدگان طوفان تروپیکی فردی در ملاوی از 1000 نفر گذشت. دولت پس از طوفان خرابی آور کارهای از نو برقرارکنی را ادامه داده ایستاده است. پرزیدنت اشاره نمود که فردی برای ملاوی از تمام طوفان‌هایی که دوام 12 ساله اخیر در مملکت به مشاهده رسید خرابی آورتر بود. قبلا مقامات ملاوی درباره هلاکت 676 نفر و بی‌درک شدن 538 تن دیگر خبر داده بود. طوفان فردی شب 13 مارس ملاوی را فرا گرفت. آن همراه با خود بارش شدید آورد که بنابر فرآمدن یارچهای سرشمار سبب فرو ریختن خانه‌ها گردید. از همه بیشتر منطقه‌های جنوبی از جمله پایتخت اقتصادی مملکت شهر بلانتایر ضرر دید. فردی در اقیانوس‌های هند در شمال و غربی استرالیا تشکل یافته 38 روز فعال ماند و 14 مارس پراکنده شد. آن طولانی‌ترین طوفانی گردید که در این قسم سیاره ثبت شده است. زیاده از 8000 کیلومتر را طی نموده فردی ماوریکی، ماداگاسکار، مالاوی و موزامبیک را فرا گرفت.